درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با قسمت پنجم از سری ویدیوهای اتفاقات و وعده‌ها در خدمت شما هستیم و همونطور که قبلا هم توضیح داده بودم در این سری از ویدیوها به بررسی پست‌های اینستاگرام فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در 4 سال گذشته با مدیریت مجری تلویزیون مازیار ناظمی میپردازیم. 4 قسمت قبلی رو میتونین در اینستاگرام خود من در بخش ویدیوها تماشا کنید و یا در یوتیوب آکادمی موتورسواری کوروش. خب بریم سراغ خبر اول که برمیگرده به تاریخ 9 سپتامبر 2021. از روی خبر میخونم که وقت موضوعی از قرار نیفته. آره، خبر خیلی طولانی هم به نسبت گذاشته بودن، ولی مهمترین موضوع اینه که خبر رو من برای شما میخونم و بعد واقعیت داستان رو بهتون میگم که ببینید چه تفاوتی و وجود داره بین اخباری که فدراسیون به اشتراک میذاره و چیزی که واقعیت هست. و نکته بعدی این که همون داستانی که توی قسمت قبلی هم بهش اشاره کردم، هیچگاه هیچ کدوم از این صحبت ها و وعده‌هایی که انجام شد اتفاق نیفتاد. حالا من الان خبر براتون میخونم. نوشتن در جریان مسابقات جهانی ترکیه صورت گرفت دیدار خانم سید مهدی که اون موقع نایب رئیس فدراسیون بودن با رئیس فدراسیون موتورسواری ترکیه. تفاهم نامه فدراسیون موتورسواری ایران و ترکیه، این تفاهم نامه هایی که ازش نام میبرین که حالا در یه سری اخبار در گذشته در برنامه قبلی راجبش صحبت کردیم و تفاهم نامه هایی که در قسمت های بعدی هم باز دوباره در موردش صحبت میکنیم. این تفاهم نامه ها چی ان داستانشون؟ یعنی باید اینا مفید باشن، اینا باید اثری بر روی ورزش ما داشته باشن، یا نه داستانی برای خود شما داره، سودی برای خود شما داره؟ من سوالم از ورزشکارامون اینه: آیا شما اثری از این تفاهم نامه ها بر روی ورزش ما احساس کردین؟ آیا باعث ایجاد تغییری در ورزش ما شدن؟ و اگر نشدن، این که ما از سال 2021 به مدت 4 سال فدراسیون در مورد این موضوع صحبت میکنه، ما ورزشکارا باید چه واکنشی نسبت به اون داشته باشیم؟ حالا اگه اصلا نخوایم واکنش آنی هم داشته باشیم نسبت به وعده هایی که میان میشینن جلومون دوباره صحبت میکنن، باید چجوری برخورد کنیم؟ یعنی باز باید باور کنیم. برمیگردم به ادامه خبر. دعوت مازیار ناظمی از رئیس فدراسیون موتورسواری ترکیه برای سفر به ایران. راجع به اینم یه توضیح بهتون میدم، اما حالا گفتن که یک جلسه برگزار شده به مدت 2 ساعت و نیم. در این دیدار توضیحاتی درباره نحوه برگزاری مسابقات و روند آمادگی پیست و چگونگی تامین مالی دوره و موارد فنی، کنترلی و اجرایی مسابقات داده شده. این توضیحاتی که داده شده، ورزشکاران رشته موتورکراس اگه لطف کنم بگن تأثیری از این صحبته و از این توضیحات و از این جلسه آیا چیزی روی وضعشون احساس کردن یا نه، من ممنون میشم، چون حتی شبیه این داستان هم نیستیم ما امروز بعد از گذشت 4 سال از این جلسه‌ای که اینها با هم داشتن. و طبق تفاهمات و صحبت‌های انجام شده، خانم سید مهدی به نیابت از مجری مازیار ناظمی از رئیس فدراسیون ترکیه دعوت کرد تا طی 2 ماه آینده همراه با 3 نفر از نواب رئیس و دبیر این فدراسیون به ایران سفر کنند. 4 سال از این تاریخ گذشت و بعد از این سالهای بعدی هم، حالا این سال خانم سید مهدی بودن، سالهای بعدی دیگه خود آقای ناظمی گفتن ما بریم دیگه، چرا مثلا خانم سید مهدی برن، ما هم بریم، همگی با هم بریم سفر دیگه، بالاخره ایشون از سفر نمیگذره. تعداد اعزام هایی که ایشون شده به کشورهای مختلف از تعداد اعزام هایی که ورزشکارای ما رفتن بیشتر بوده، بماند که کیفیت سفر ایشون بسیار متفاوت بوده با کیفیت سفر ورزشکار. ایشون کشورهای اروپایی میرفتن، فرانسه و اسپانیا و حالا یه سری کشورهایی که شاید رفتنش برای ورزشکارای ما الان دیگه حداقل شده رویا، چون با توجه به اینکه باید از طرف فدراسیون یک سری نامه‌نگاری ها انجام میشد که بخواد تیم از طرف ایران بره، ما میدیدیم که فقط برای مسابقاتی اقدام میشد که ترکیه است و تایلند و مالزی و اندونزی و این کشورهایی که هیچ کدومشون نیازی به ویزا و حمایت خاصی ندارن، ولی برای خودشون نه، سفر اروپایی. و مورد بعدی این که از سال بعدی که آقای ناظمی پا شدن رفتن سفر، داشتن راجع به این موضوع صحبت می‌کردم که آقای ناظمی خودشون پا شدن رفتن سفر، هر سال که رفتن اونجا بماند که رئیس فدراسیون موتورسواری ترکیه ایشون رو به حضور نپذیرفت و حالا واسه ما پیامی هم فرستاد که رئیس فدراسیون می‌خواست با من ملاقات کنه و من نرفتم و محلشون نذاشتم. و این نکته جالب‌ترش اینه که رئیس فدراسیون موتورسواری ترکیه متاسفانه چند ماه پیش دار فانی را وداع گفتن، فوت کردن و
هر سالی که اینها میرفتن، این تیم جمهوری اسلامی آقای ناظمی میرفتن، میگفتن که دعوت کردیم و 2 ماه دیگه، مثل الان صحبت کردیم که 2 ماه دیگه بیان و باز هم اینا نمی اومدن و ایشون فوت کرد و بازم نیامد. و این نکته جالبی بود که حالا انقدر اعتبار، انقدر شایستگی، انقدر جایگاه خاصی ایشون نداره که 4 سال به یک رئیس فدراسیونی که همین بغل دست خودمون همسایه ما هست التماس و خواهش که آقا بیا 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 بیا، ولی اون طرف میگه بیام که چی کار مگه دارین میکنین که من بیام؟ یه مسابقه نمیتونین برگزار کنین، یه مسابقه موتور کراس درست نمیتونین برگزار کنین، یه مسابقه موتور اندرو نمیتونین برگزار کنین. آخرش هم این مسابقه اندروی که برگزار شد که دیدیم اتفاقاتی که افتاد توی مسابقه رو، و بیام چیکار کنم اصلا نیامد. ولی خب اینا هر سال آقا بیا، ما بازم دعوت کردن الان اینجا هم که آقا طی 2 ماه آینده ایشون بیان. برای چی؟ برای اینکه ورزشکار بشنوه، برای اینکه علاقه‌مند بشنوه و بگه واو اینا دارن چه کاری میکنن و ارتباط میگیرن با دنیا و الان همون توهم حضور در جوامع بین المللی به حد اکثر خودش رسیده توسط کاسریستای فدراسیون که بگن ما ارتباطات بین المللی گرفتیم. ارتباطات بین المللی آقای ناظمی گرفتن بیشتر با سفرهایی که رفتن، ما چیزی از ارتباطات بین المللی ندیدیم. نه یک کشور درستی رفتیم مسابقه دادیم، نه از یک کشور درستی کسی اومده برای ما بخواد کاری بکنه، نه ارتباط 2 جانبه ایجاد شده، نه از تجربیات و دانشمون استفاده شده برای برگزاری مسابقات و هیچ. در ادامه خبر نوشتن اعزام تیم‌های موتورسواری جهت استفاده از پیست‌های 2 کشور، برگزاری اردوهای آماده‌سازی تیم‌های کراس و ریس، استفاده از توان فنی و آموزشی مربیان 2 طرف به خصوص مربیان ریس کشور ترکیه، دریافت اطلاعات کامل فنی در خصوص چگونگی مراحل برگزاری مسابقات جهانی و انتقال تجربیات به فدراسیون ایران، ارسال فیلم‌های نحوه. آخه خبر رو شما نگاه کنید، با هم در این موارد صحبت کردیم، ارسال فیلم‌های اشتباهی و تو گوشیتون نخوره فیلم‌های دیگه ای ارسال شه، ارسال فیلم‌های نحوه آماده‌سازی پیست و مدارک فنی مسابقات جهانی، تدوین تفاهم‌نامه اجرایی بین 2 کشور و همکاری بیشتر در زمینه حضور متقاضیان ایرانی در ترکیه و بالعکس اونا بیان اینجا کجا برن؟ الان رایدر ترکیه اومد، موتورسوار ترکیه اومد تو ایران، کجا بره موتور سوار شه؟ یه توضیح به من بدین. میخوام ببینیشون تو اون خوابگاهی که در جدیدن درست کردین برای پیست موتور کراس. این اخبار برای 4 سال پیشه ها، اگه امروز هم زده بشه طنزه. یعنی همین امروز هم بعد 4 سال نمیتونن. در ادامه خبر نوشتن مسئولین فدراسیون ترکیه استقبال خوبی از خانم سید مهدی و تیم موتورکراس ایران داشتن و در این دیدار نایب رئیس بانوان ایران سلام دکتر ناظمی را به مسئولین فدراسیون رساندن. سلام رسوندن، یعنی خانم سید مهدی سلام مجری ناظمی رو رسونده به رئیس فدراسیون ترکیه و اینو به عنوان یک خبر اومدن نوشتن اینجا که ما سلام رسوندیم. یه توضیحی بهتون بدم. حالا اینکه چرا میگم اخباری که اینا به اشتراک میذارن با چیزی که واقعیت داره اصلا 2 تا دنیای متفاوته. این سال اولی بود که اینا اعزام کردن، همون خانم نعمت اللهی و آقای امیر ثابتی فر بودن به عنوان رایدر و مربی، به عنوان موتورسوار و مربی، و خانم سید مهدی هم به عنوان نایب رئیس فدراسیون از طرف فدراسیون ایران اومد. در این حد بهتون بگم چون اون سال اول من خودم اونجا بودم و حالا در جریان بودم، حالا نیاز نیست که مدارکی رو نسبت بهش ارائه کنم، ولی در این حد بهتون بگم که حتی تیم ملی جمهوری اسلامی که خانم نعمت اللهی بودن و آقای امیر ثابتی فر هم استقبال خوبی از خانم سید مهدی انجام ندادن. حالا خود خانم سید مهدی بیشتر در جریان، اگر شهامتی داشته باشن که حقایق رو بگن میتونن این موضوع رو شهادت بدن که وقتی اومده بودن اونجا ایشون به من پیام دادن و از من پرسیدن که مسابقه کجاست، داستان کجاست. این نشون به اون نشون که این دستبندا، یه سری این مچبنده بود که بتونم توی محوطه وارد چن، از کجا گرفتین و که ما صحبت کردیم، پیام دادیم و برای ایشون انجام شد. ولی خود اون تیمی که از طرف ایران اومد
محل خانم سید مهدی نذاشتن، با هم اصلا ارتباطی نداشتن، اصلا با هم صحبت نکرده بودن، اصلا نمیدونستن این کجاست اون کجاست. چه برسه به فدراسیون ترکیه. فدراسیون ترکیه بنده خدا از همه استقبال میکرد، ولی اصلا نمیدونستن اینا کیان، چیان، چه جوری اومدن. اصلا هیچ برنامه‌ای نبود، هیچ داستان، هیچ انسجامی توی این اعزام نبود، اصلا هیچ، تعطیل. و من خیلی واسم جالبه که بدونم اینا این 2 ساعت و نیم رو با چه زبونی با هم صحبت کردن، چون اون مسئولینی که از ترکیه من میشناسم اونو غالبا بیشتر ترکی صحبت میکنن و من کم دیدم که بخوان 2 ساعت و نیم انگلیسی صحبت کنن. من بعید میدونم یه همچین اتفاقی افتاده باشه. و با توجه به همه اینا حالا این خبری که دارم میگم شما در این حد ببینید که خانم سید مهدی اومدن ترکیه به عنوان نماینده فدراسیون، توی محل مسابقه حضور پیدا کردن، رفتن هتل و اینا و بعد اومدن مسابقه رو تماشا کردن. بعد از اینکه حالا ارتباطات رو براشون ایجاد کردیم این دستبنده رو گرفتن و اومدن توی محل مسابقه و از اون بالا وایسا مسابقه رو نگاه کردن و از بغل مسئولین رد شدن و یه هلو هاواریو و 2 تا عکس گرفتن و با ورزشکاراشون هم همینطور رو برگشتن اومدن ایران. حالا به صورت عادی من بعد اخبار رو به ترتیب تایمشون بخونم، به همون ترتیبی که اینا به اشتراک گذاشتن بخونم، ولی حالا این بین یه خبری بود که برمیگشت به تاریخ 12 سپتامبر در مورد آقای برنارد ایوزی که اونو حالا بعداً راجعش صحبت کنیم و بعد از اون دوباره در تاریخ 14 سپتامبر چند روز بعد از همین خبر اعزام به ترکیه که خوندم دوباره فدراسیون اومد یک پست دیگه در مورد این داستان ترکیه به اشتراک گذاشت و یک توضیحات بلند بالایی نوشتش در مورد اون که الان داریم میبینین. نایب رئیس بانوان فدراسیون موتورسواری و اتوبیرانی گفتن که حمایت‌ها و رایزنی‌های فدراسیون امکان حضور نعمت اللهی در مسابقات جهانی رو میسر کرد. من یه بار دیگه لازمه هر بار که این خبرهای این چنینی رو بخونم این موضوع در موردش صحبت بکنم. اونم اینه که یک سیستم حاکم بر شرایط کشور میاد یک زندانی رو درست میکنه، یک مشکلی رو درست میکنه، همه رو درگیرش میکنه، بعد یه نفر رو میارن از خودشون انقدر بهش راه میدن که یه چیزی رو مثلا بتونه انجام بده و بعد میان به اون افتخار میکنن. دیوونه خونه است آقا. چیزی که خودتون ببینید، زمانی ما میتونیم بگیم که مجری مازیار ناظمی کمکی به رشته موتور سواری کرد که ایشون نیاد اون عکس موشک و فلان و اینا رو بذاره، بیاد بگه آقا من یک شخصیم اومدم به این ورزش کمک کنم، کاری به سیاست ندارم، کاری به حکمرانی ندارم، کاری به هیچ کدوم از این موارد ندارم و دارم به ورزش کمک میکنم. در این شرایط بعد یک قدم هم که شده این شرایط رو بهتر میکنم. ولی وقتی شخص ایشون به عنوان رئیس فدراسیون میاد امثال من رو تهدید میکنه بابت اینکه استفاده میکنه از محتوای سیاسی، که اصلا محتوای من محتوای سیاسی نیست، محتوای اجتماعیه، و از طرفی خودش توی پیج اینستاگرام فدراسیون عکس موشک میذاره، ورزشکارهای مورد علاقش امثال اون آقایون اکبری و فلان و این کسایی که حالا بماند توضیح راجبشون نمیدم، اینا میان و حالا به قول معروف استوریا و پست های سیاسی میذارن. وقتی شما دست جمعی دارین از این حاکمیت، از این سیستم مدیریت دفاع میکنین، وقتی عکس موشک رو میذارین قبول داری دیگه، این درست بوده دیگه. وقتی شما میایین این کارا رو میکنین، یعنی اون سیستم رو تایید میکنین با این پست ها و ایناتون، نمیتونین بیاین بعدش بگین آقا ما در جهت کمک به ورزش داریم این کارو میکنیم. نه، شما خودتون حمایت کننده این از کسایی که این شرایط امروز رو به وجود آوردن و بعد از اون خودتون از خودتون به قول دوستمون هادی خودتون میگیرین، خودتون سند میذارین، آزاد میکنین. شما این شرایط رو به وجود آوردین، بعد الان در اومدین میگین که رایزنی های فدراسیون. اگه ما یک کشور نرمال و استاندارد بودیم اصلا نیازی به رایزنی بود؟ اصلا نیازی به این داستانا بود؟ اصلا برای یک اعزام ما باید انقدر به وجه بیایم که رسیدیم یک جایی و مسابقه بدیم؟ و بعد شمایی که از همین سیستم دفاع میکنین الان میایین میگین که
ما انجام دادیم، ما کردیم، خودتون بیچاره کردین، خودتون این بلا رو سر ما در آوردین. من یه توضیح هم بدم. این ویدیو فکر می‌کنم فقط خلاصه بشه به همین دوتا پست، بعد در پست‌های بعدی برم موارد بعدی رو صحبت کنم، ولی اشکالی نداره. بذارید من اینو توضیح بدم، این یک بار برای همیشه روشن شه. ما یه سری افرادی رو توی فدراسیون موتورسواری اتومبیلرانی داریم. من مثالشو میزنم، سهند دلداده، خود همین خانم سید مهدی، اینا کسایی هستن که وقتی بهشون اعتراض می‌کردیم که چرا وایسادیم بغل مجری مازیار ناظمی برای اینکه این افتضاحات به بار بیاد و ادامه پیدا کنه، اینا میگفتن که ما علاقه‌مند به ورزشیم، ما برای ورزشمون اینجا وایسادیم. سوال من اینجاست، اگر شما علاقه‌مند به این رشته هستین، اگر واقعا نیتتون انقدر خیره که مهم نیست کی اون بالا رئیسه، من اومدم واسه کمک کردم به این ورزش، این در زمانیه که شما تولد این شخص رو نرید تو پیج خودش تبریک بگی. یعنی شما کاسلیسی و پاچخاری اون رئیس فدراسیونی رو که به گفته خودت، چون من از همه شماها نسبت به این داستان مدرک دارم، نیازی هم به اثباتش نیست، کسایی که این ویدیو رو میبینن میدونن که کلا حرفی رو که میزنم بابتش مدرک دارم، حرفی رو همینجوری ول نمیکنم رو هوا بخوام حرف بزنم. و سوال اینجاست، اگر شما علاقه‌مند به ورزشی و این آدم رو قبول نداری، اینی که توی زیر پستاش ورداری کامنت بذاری، براش استوری بذاری، بری تو مسیری که این آدم داره حرکت میکنه، شما سرتو بنده پایین، کارتو بکن. ولی وقتی شما میای ازش حمایت میکنی، یعنی بیشتر به فکر موقعیت و جایگاه خودتی. وگرنه اون کسی که فقط میخواد بله همین امروز در کشور ما هستن کسانی که در یک سری از فدراسیون دارن فعالیت میکنن و برای ورزش اونجان، ولی دلیلی نداره که بخوان آب به آسیاب اون آدم اشتباهه بریزن، دلیلی نداره برن تولدش تبریک بگن، دلیلی نداره برن واسش پست و استوری بذارن. اگه نذارین هم مؤاخذه نمیشین. من مثالشو میزنم، من رئیس کمیته موتورسواری تریال در فدراسیون بودم 4 سال در زمان آقای سیدانلو. من یک بار یک مسابقه به مناسبت هایی که این سیستم حالا داره، چه میدونم ولادت فلان و 22 بهمن و الو بلو، اینو من یه مسابقه نذاشتم. خیلی هم گفتن، خیلی ها گفتن بذار، به جز رئیس فدراسیون خیلی هم گفتن بذار، آقا بذار 22 بهمن، آقا بذار فلان، ما نذاشتیم. ما گفتیم هر وقت عملیات جنگی رو مثلا گذاشتین عملیات علی کریمی، ما هم مسابقه ورزشی رو میذاریم ولادت فلان. در یک سری از موارد هیچ کی هم به شما اجبار نمیکنه که بخواین این کارا رو بکنین، بماند که خیلی جاها میکنن، من اینو قبول دارم، ولی در خیلی جا این اتفاق نمیفته و شما میکنین. من نمونه دیگه شو میزنم، خود مجری ناظمی بعد از این اتفاقاتی که موشک پرانی هایی که از طرف اسرائیل به ایران و ایران به اسرائیل شد، ایشون بعدش استوری گذاشت توی پیج فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی. مگه شما نمیایید دیگران رو میترسونی از این که با من صحبت نکنن به خاطر اینکه من میام صحبت سیاسی میکنم؟ که من صحبت سیاسی نمیکردم، من صحبت اجتماعی میکردم، من وظیفه اجتماعیم رو انجام میدادم. ولی وقتی شما اونو میذاری، من چک کردم، من نگاه کردم، خیلی از فدراسیون ها واکنشی نشون ندادن، خیلی از فدراسیون ها نیومدن در این مورد پست و استوری بذارن. خب پس این نشون میده کسی رو زور نکرده بوده. شما دوست داری پاچه خار باشی و کاسلیس باشی که بخوای جایگاه بهتری رو کسب کنی و به همون منوال علاقه داری که زیر دستیات هم این کارو بکنن و در مواردی بهشون فشار هم آوردی در جریانم که فلان چیزو استوری کنی. خب پس نمیشه بیایم بگیم آقا فدراسیون ایران حمایت ها و رایزنی های فدراسیون امکان این را به وجود آورد. این خبر چرتیه، این باید به وجود می اومده. در یک کشور نرمال و استاندارد ما باید دغدغه کسب جایگاه بهتر رو داشته باشیم، نه دغدغه حضور. ولی به واسطه حضور همین سیستم غلط خودتون به یه جایی رسوندین که اگه اینقدر دری واز شه و یه نفر حتی اعزام شه بتونین اینجوری بهش افتخار کنین و بیاین بگیم ما کار کردیم. بماند که در سالهای قبل هم بوده، این داستانا بوده و حالا الان میبینم میگن که بودن پرچم ما در رویدادهای مختلف بسیار باعث خوشحالیه. بودن پرچم ما در رویدادهای مختلف بله بسیار باعث خوشحالیه، اما نه اینکه هر کسی که تملق و چاپلوسی شما رو میکنه حضورش توی میادین بخواد به اشتراک گذاشته بشه.
الان در همین میگی نه اینا با نامه وزارت ورزش رفتن، اینا با شورای برون مرزی. این حرفا رو بریزین دور آقا. شما به عنوان یک خبر داریوش قربانی، مهران عسکری تو مسابقات جهانی شرکت کردن توی ترکیه، اندرو، رشته اندرو. اینا ترکیه بودن، اینایی هم که الان خبرشون رو خوندیم هم ترکیه بودن. اینا جهانی بودن، اونا هم جهانی بودن. مقام‌های اینا به مراتب بدتر از مقام‌های داریوش قربانی و مهران عسکری و 2 نفر دیگه هم بودن که اونا هم بسیار ببخشید من الان حضور ذهن ندارم، حالا اسمشون رو این بغل می‌نویسم، الان حضور ذهن ندارم حالا. ولی مقام این 4 نفر از مقام رشته موتورسواری شما در رشته موتورکراس بسیار به مراتب بهتر بود. اونا حضور پرچمشون در رویدادهای جهانی اهمیتی نداره که بخوای به عنوان حتی یک خبر بهش اشاره کنی. البته تو اگه اونا رو به عنوان خبرم اشاره کنی، اینا میان حالتو جا میارن، یعنی یه سری میان توضیح میدن که آقا اینا حمایتی نکردن، حالا اگه خبری دارن میگن بدونین، ولی حمایتی از طرف اینا نبود. چرخه باطل کلا میره فرو به باطلاق. یعنی شما بخوای حرف بزنی یه داستان، نزنی هم یه داستان، چون چرخه خرابیه، چون فاسده، چون این کاره نیست. حالا اگه بخوام ادامه این خبر رو هم در موردش براتون توضیحی بدم که حالا شما دارین گوشه تصویر میبینین، خانم سید مهدی یه سری صحبت، اصلا این پست من نمیفهم، این انگار مثلا کپی همون پست قبلی بوده، با فرق اینکه اونو از زبون مثلا روابط عمومی فدراسیون نوشتن، اینو از زبون خود خانم سید مهدی نوشتن. یعنی فقط فرقش اینه و همون صحبت تکرار شده. فقط یکی از نکات جالبی که داشت، چند تا مورد بهش اشاره شده بود، اونم این بود که حضور خانم نعمت‌اللهی در مسابقات جهانی با حمایت کامل فدراسیون صورت گرفت. حالا حمایت کامل برای اینا چی بوده اینجا ذکر کردن؟ از اخذ شورای برون مرزی، انگار مثلا یه مش آدم بیل گرفتن دستشون رفتن یه جا رو بیل زدن. اخذ شورای برون مرزی، از اخذ شورای برون مرزی تا هماهنگی های لازم برای خروج موتور. من نمیفهمم. اگه یک کشوری سالم باشه، این کارا یک سری هر کدوم نهادهای مختلفی داره، اونا باید انجام بدن. یعنی اونی که ربط داره به شورای برون مرزی، فدراسیون یه نامه‌ای میزنه، اونا میگن بفرمایید. گمرک هم نامه میزنه، اونا میگن بفرمایید. اگر یه چیزی انقدر وضعش خرابه که شما انجام این کارها رو شق القمر خطاب میکنین و میگین واه ما این کارو کردیم، چجوریه که ازش حمایت میکنین؟ چجوریه که از این سیستم حمایت میکنین؟ دوباره هر کاری میکنه به به و چه چه. اگه اشتباهی باید درست بشه دیگه. بعد 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، نه 40 سال، که اگه 40 سال خرابه کلا خرابه دیگه. باید ازش چیز کنیم، یعنی باید یه جایی وایسیم که ما رو از اون سیستمه نبینن که 40 سال خرابه. ولی وقتی نون خودمون وسط باشه، میایم چجوری رفتار میکنیم؟ این سیستم غلطه ولی ما تلاش میکنیم رفته رفته درستش کنیم. تلاش میکنین رفته رفته جیب خودتون رو پر کنین. 3 نسل هم الان 40 سال 2 نسل 3 نسل موتور سواری هن. 2 نسل موتور سواری هن. اونا مهم نیست که تموم شن، شما تلاش میکنین یواش یواش. بعد یه نکته دیگه هم اشاره کردن، نوشتن که مسابقه در 2 راند برگزار شد و عملکرد نعمت‌اللهی در این دوران چیزی بود که پیش از این پیش بینی کرده بودیم. چیزی که شما پیش بینی کرده بودین، ایشون اومده بودن قبل از سفرشون نوشته بودن ما بین 10 نفر میشیم. پیش بینی ایشون این بود و در هر دوران آخر شدن. حالا به جز رایدر ترک که بنده خدا میاد اونجا تفریح میکنه، دغدغه اون داستان نداره، تو کشور خودشه، یعنی اردو تفریح میاد اونجا یه موتوری سوامشو میره. به جز اون شما آخر شدین. آخر اب نداره ها، بارها گفتیم آخر شدن مشکل نداره، ولی پیش بینی عملکرد شما این بود که ما بین 10 تا میشیم، ولی اینطور نبود. ما بارها راجع به اینکه ورزشکارای ایرانی میرن بیرون از ایران مسابقه میدن صحبت کردیم و بارها هم گفتیم که هیچ انتظاری نداریم، چون کاری نکردیم که انتظاری داشته باشیم. و تفاوت در ورزش‌های انفرادی که نیازمند وسیله هست، اونم وسیله‌ای که تکنولوژی توشون دخیل هست، نه مثل تنیس. حالا مثلا اونم هست، اونم خوبه، اونم سخته و اینا کاری ندارم، ولی مثلا در اتومبیل رانی، در موتور سواری، اینا ورزش‌هاییه که انفرادی هستن و نیازمند تکنولوژی، نیازمند
یک سری تأمین شدن یک سری قطعات و اصلا یه داستان طولانیه، ما فاصله اون خیلی زیاده و هیچ توقعی نداریم. اگه رایدری بره خارج از کشور مقام هم نیاره اوکی، ولی اینی که شما میگین ما بین 10 تا میشیم نمیدونین و آخر میشین برمیگردین، این شبیه اون چیزی که شما پیش بینی کردین نبوده. پیش بینی شما چیز دیگه ای بود. دیگه در ادامه این خبرم همونجوری که تو خبر قبلی هم خونده بودیم، گفته آقا ما یه جلسه با هم داشتیم و تفاهم نامه 2 جانبه‌ای نوشتیم و میایم و میریم و فلان و اینا، که 4 سال ازش گذشت و ما ندیدیم. ببخشید این در مورد این 2 پست ما امروز فقط صحبت کردیم، یه ذره طولانی شد. قسمت 5 یه سری مطالبی رو نوشتم ولی فقط اشاره کردم به نکاتی که در موردش صحبت کنم و به صورت بداهه صحبت میکنم و بعضی وقتا حالا راجع به یه سری از موضوعات شاخه‌های دیگه‌ای میاد که لازم میدونم در موردش صحبت کنم. 2 تا خبر بود، یکی همین خبر 9 سپتامبر، یکی همین خبر 14 سپتامبر که در موردش باهاتون صحبت کردم و دوباره از برنامه 6 ادامه میدیم پست‌های دیگه‌ای که در مورد فدراسیون موتورسرایی و اتومبیلرانی برای علاقه‌مندان به اشتراک گذاشته شده. ممنون که به تماشای این ویدیو نشستین و تا ویدیوی بعد بدرود.